رسول الله صلی چی مژده بر ما داده؟ فطوبى للغرباء. خوشبختی برای کی است؟ غربا. وقتی این بشارت صحابه شنیدن که پیغمبر علیه السلام میگه فطوبى للغرباء، سوال شد قیل من هم یا رسول الله، این غربا کدام مردم است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایت میگه الذین یصلحون اذا فسد الناس. غربا کسانی هستند که وا صالح هستند، کاری درست انجام میده زمانی که مردم فاسد شدن. مردم تراویح را تیز تیز میخوانه، آیسته آیسته میخوانه. مردم تراویح را بدعتا دایش کشیده، ای مطابق طریقه پیغمبر میخوانه. نماز مردم بی وقت میخوانه، ای دو وقت میخوانه. ای دو وقت مستحب میخوانه، ای دو اول وقت میخوانه. مردم رکوع قومه و جلسه را مراعات نمیکنه، مراعات میکنه. مردم خشوع و خضوع را نمیشناسه، ای خشوع و خضوع را میشناسه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که کوشش میکنه، تلاش میکنه، الله میگه در راه ما دیگه هم چیسته راهنمایی میکنم او را. پیغمبر علیه السلام برای ما و شما دعا کرده، مژده داده. پس ما الحمدلله ما و شما را در غربا حساب بکنه. ولی که غربا وقتی میشیم که این کارها در زندگی خود ما انجام بدیم، در هر معامله تسلیم دین الله و دنبال طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار انجام داده. برید در مساجد 2 رکعت نفل بخوانید، مردم چی میگه براتون؟ اوهو سفید از اونجا میخیزه میگه که 80 سالم شده در این مسجد 20 دانه مولوی از این که در کتا کتا تیر شده، این کار ندیده. دوستان گرامی، خوشحال هستم الحمدلله که یک مرتبه باز به همراه دوستای دردمند خود، دوستای با احساس خود، دوستای دعوتگر و تلاشگر در مورد رساندن حق به همه مردم، چون یک وظیفه عمومی همه مسلمان هاست، همراه شما باز مخاطب قرار گرفتیم. اگرچه سخنای ما را بارها شنیده، خب باز هم تقاضای دوستا هستند که یک چیزی بیان کنیم. مناسب دیدم که موضوعی را انتخاب بکنیم که مناسب حالت روزانه ما و شما و زندگی روزانه ما و شما باشه، که در کدام مرحله زندگی ما قرار داریم. الحمدلله به دین ما پیوند داریم، به دین ارتباط و تعلق داریم که او دین مایه افتخار است، او دین سبب افتخار ماست، سبب عزت ماست. وقتی ما خود منسوب به اسلام می سازیم، اینطور فکر نکنیم که اسلام مثل که یک نعوذ بالله طایفه های دیگری خود منسوب به دین خود می سازه، چی نصرانیت باشه، یهودیت باشه، هندویزم باشه، بودایزم باشه، هر طایفه که باشه، نسبت به اسلام یک چیزی تقاضاها داره، لوازم داره. اسلام همون قسم که سبب شرافت و عزت ماست، همین قسم در مورد اسلام ما و شما را مسئول هم قرار میده. یعنی ما وقتی خود منسوب به اسلام میسازیم، بعد از اسلام چیزی در زندگی ما دیده شود و بدانیم که اسلام کدام دین است. تنها دینی است که فقط در زبان بگوییم که مسلمان هستم، یعنی که اسلام از ما تقاضای روش داره، کردار داره، عمل داره، تطبیق زندگی داره، این چیزا را داره. چون که ما و شما مرحله زندگی ما ابتدایی است، یعنی نه ما تلاش میکنیم که امور رسالتی که امروز در جامعه ما داریم، مسئولیتی که داریم، امور به سر برسانیم. الحمدلله امین نحوه یا اینمی مراحل زندگی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش بر ما نقشه داده و این نقشه دادن پیغمبر علیه السلام سبب بصیرت یا بینایی ما و شما میشه که ما راه دعوت خود به کدام سیستم پیش ببریم. اول خو گپ از است که اسلام مکمل تسلیم شدن به نظام الله سبحانه و تعالی است.
شخصیت تاریخی که قرآن او را در سر آیات ها بار بار ذکر میکنه، شخصیت تاریخی که همه ملت ها افتخار به این داره که ما منسوب به او باشیم، ابراهیم خلیل الله. او دعا میکنه، به الله سبحانه و تعالی عاجزی میکنه. بعد از اینکه یک سلسله کارهای خیلی بزرگ در سر رسانده، آبادی کعبه را کرده، اوامر الله سبحانه و تعالی را متعلق هجرت، متعلق ذبح کردن فرزند، متعلق دعوت، کلی از را تکمیل کرده، مقابله با نمرود، دعوت توحید در روز اول، ایره کلش طی کرده. بازم دعا میکنه. کدام دعا را میکنه؟ دعای مسلمان بودن تا آخر عمره، تا پایان عمره میکنه. ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امه مسلمه لك. پروردگار ما و پسر مرا هم منقاد تابعدار به تو بگردان. ابراهیم علیه السلام پیغمبر است، اما دعا میکنه، از الله سبحانه و تعالی میخواه که یا الله ما را تابعدار برای خود بگردان. از این بر ما واضح میشه که اسلام نام مکمل تسلیم شدن است. عقل نمی جنگانیم. فرمان الله سبحانه و تعالی که میرسه متعلق هر باب زندگیت کی باشه، هیچگاه در ذهن تصور نبیه که این کار غیر معقول است، این کار صالح نیست، نادرست است، این کار مناسب این وقت نیست. چرا؟ به خاطر که دینی را که ما به او خود نسبت میکنیم دینی است که الله انتخابش کرده. این الدین عند الله الاسلام. و همین دین کلی انبیاء علیهم السلام بود. هر پیغمبر دینش اسلام بود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را هم توفیق نصیب بکنه که سر اسلام ثابت قدم باقی بمانه و در هر مرحله زندگی خود واقعا تسلیم به نظام الله باشیم، به فرمان الله سبحانه و تعالی باشیم. دعای ابراهیم علیه السلام حتما قبول شده. دعای انبیاء علیهم السلام الله رد نمیکنه، قبول میکنه. او در دعای خود نه تنها فرزندی که موجود بوده، بلکه به نسل آیندم دعا کرده. اینجا برای ما واضح میشه که انبیاء علیهم السلام چقدر شفقت داشتن، چقدر مهربانی داشتن که امتهای بعدی در نسلش بعدی طور کسایی باشه که امید دین زنده نگاه کنه. ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امه مسلمه لك. در جمله اولاده و نبیری امام یک جماعت و گروهی که مکمل منقاد به تو باشه، همونطور مردم تو پیدا بکن و باشه، باید باشه. از او خاطر این افتخار به ما و شما نصیب است که الحمدلله دعای ابراهیم علیه السلام قبول شده است و ما دین برای خود به او منسوب می سازیم و این را دین افتخاری خود میدانیم. این بسیار جای عزتمندی است. الله این عزت نصیب ما بکنه. چرا دین عزتمندی است؟ تفکیکش با ادیان دیگه در چی است؟ به خاطر ازیسته که این دین ساخته و پرداخته فکر من است، عقل من است، استعداد من نیست، از انسان نیست، از مخلوق نیست. او چیزی که محتاج است این دین او کسا نساخته، نه ملک ساخته، نه پیغمبر ساخته، نه انسان ساخته. این دین الله ساخته، تشکیل دین الله مقرر کرده، ضابطه دین الله مقرر کرده، تفصیل دین الله سبحانه و تعالی توسط پیغمبر محبوب و مختار خود بر ما نصیب کرده. پس از او خاطر وقتی ما سری دین افتخار نکنیم و ارزش دین خود نشناسیم، او وقت باز بدبختی است. شما با چشم سر میبینید امروز یک تعداد مردم نعوذ بالله سر دموکراسی فخر میکنه، سر الحاد و بیدینی فخر میکنه، سر عقلگرایی فخر میکنه. صفحات اجتماعی را شما همه ایتان مشاهده میکنه چقدر تاخت و تاز بالای احکام اسلام است. احکام جزئی اسلام کسی مورد انتقاد قرار میده که این حکم اینطور است، این حکم نعوذ بالله. دو شب پیش من کامنت دیدم گفت که نعوذ بالله او اللهی که اینطور جهاد فرض کرده ما او الله را قبول نداره. ببینید چقدر علتش است. علتش است که
مطالعه سرسری، تحقیق سرسری در مورد اسلام کرده، به عمق افتخارات اسلام پی نبرده، به عمق فلسفه یا حکمت تشریعی اسلام پی نبرده که اسلام کدام دین است، چرا یک جهاد فرض کرده، چرا یک نفر کی قتل می شود، کی قتلش رواسته، این گپا رو او تحقیق نکرده. همیشه اسلام در عمل کرده افرادی که خود منسوب به اسلام میکنه در او میبینه. حالان که اسلام یک دینی هست که هیچ نوع نقصانی در هیچ گوشه نداره. نقصان اگر پیدا میشه مد زندگی خود پیدا کرده، به خاطری که ما خدا مکمل به اسلام تسلیم نکردیم یا خدا نفهماندیم که اسلام از ما چی تقاضا داره، ایرا چی نمیکنه. ما چون که آلی نسبت خدا به اسلام میکنیم، این دین باید ارزش بدیم و افتخار سرش بکنیم و خود سرش بفهمانیم. مهم امی است. اگر ما معرفت کامل به اسلام پیدا کردیم، باز بسیار از اسلام دفاع میکنیم، پیش ما خیلی ارزش پیدا میکنه، پی میبریم که کدام دین است و چی برای ما آورده. نعوذ بالله نعوذ بالله. او بیگا کدام تو از برادرها بود، بله یک مفتی صاحب در یک مجلس نشسته بودیم، در فیسبوک نعوذ بالله نعوذ بالله شخصی نشسته بود، آله تناسلیش همینطور ریسپان بند کردگی و هر کس من حیث عبادت او را کش میکرد، یک دفعه شور بیداد. ما میبینیم که نمی انسانایی که صاحب عقل هستند نعوذ بالله به آن قدر درجه انحطاط فکری مبتلا شدن که آله تناسلی یک شخص نعوذ بالله عریان و لچه او را معبود خود قرار میدن. دنیا دمی حالت است. وقتی که مردم حالاتش میبینی و ما خود منسوب به دین اسلام میکنیم، این بسیار افتخار بزرگ است. الله نصیب ما بکنه. خو افتخار کی بر ما نصیب میشه؟ افتخار مشاکل داره، اسلام از ما تقاضاهای داره. زمانی که حالت اسلامی ما در حالت تفوق قرار میگیره، یعنی بالا بالا میره، منزلا را طی میکنه، یک دفعه نمی باشه. یک دفعه شهر مزار کلگی در وقت مناسب بازان داده نمیشه، کلگی بعد در صف فقط از او طرف تیر بزنی، در او طرف یک مرمی بعد برایه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته این را پیدا کرده نمیتونی. نماز که اشکت بیایه، آخرت در یادت بیایه، توجه تو را طرف آخرت برگردانه، اینطور نماز یکی به یکی می اثر نمیشه. این بری خود مراحل کار داره و این مراحل بعد ما طی بکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که نه دعوت ما به دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقایسه میشه، نه تقوای ما، نه اسلوب ما، نه مرتبه ما، نه منزلت ما، نه دلسوزی ما، نه شفقت ما، نه شیوه ما، هیچ چیزی ما با پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقایسه شده نمیتونه. اما روزگاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دین میده تنهاست. یگانه کسی که سخنای پیغمبر علیه السلام یک کمی یاری میده و دلپوری میده خدیجه الکبرا رضی الله عنها است. کسی دیگری امروز نیست. و بعد از او اسلام یک کمی قوت میگیره، آهسته آهسته نیرویش اضافه میشه تا سر حد میرسه که اعلان میشه که ما نماز علنا باید خوانده بتانیم. این حالت زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. برای ما امین نقشه را پیغمبر علیه السلام بیان کرد و ما و شما را آگاه کرد، بصیرت داد که مسلمان دعوتگر و دلسوز تو وقتی که حرکت میکنی ایرا را یکی به یکی به صورت دفعی نمیتونی کل منطقه را یک دم تو روشن بسازی. امروز ما که در جمعه حدیث خواندیم و خط طولانی است و پیموده میشه، این راه های کوتاه نیست. دین از ما محنت میخواه، دین از ما معرفت میخواه، ما علم داشته باشیم، بعد از علم عمل میآید.
معلومات داشته باشیم، بعد از او سرش عمل بکنیم. از امو خاطر است که آغاز اسلام به می سیستم شده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی هریره بلکه بسیار صحابه حدیث نقل کرده، انس ابن مالک رضی الله، ابن عمر رضی الله عنهما یا این حدیث نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الاسلام بدأ غریبا، آغاز ابتدا شروع اسلام در حالت غربت بود. غریب آدمی مسافر و ناشنا را میگه که کسی نمیشناسه. آدمی مسافر و ناشنا را نه کسی یاری میکنه، نه میمان میکنه، نه نصرتش میکنه، نه میشناسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اسلام شروعش امی رقم بود، کسی نمیشناخت، کسی یاری هم نمیکرد، نصرت هم نمیکرد، بلکه بر علیه از او تبلیغات و تقریرها میشد. پیغمبر علیه السلام به چی متهم بود؟ گفت شخصی پیدا شده بچه را از پدر جدا میکنه، دختر از مادر جدا میکنه، برادر از برادر جدا میکنه. کلی انبیاء علیهم السلام زمانی که دعوت داده، به دعوت انبیاء علیهم السلام مردم دیوانگی گفته. دیوانگی چرا میگفتن؟ به خاطر که مخلوق یک طرف روان، تو برعکسی از او دیگه طرف روان استی. اینقدر مخلوق یک طرف روان، یک شخص دیگه طرف روان، این دیوانگی میگفتن. خب برای ما شما یک درس است، نقشه داده شده. نقشه چی رقم داده شده؟ ما هم بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی سر ما احسان کرده، پیشتر هر کس حالات ماضی خود بیان کرد و چرا به این منهج آمد به طور تحدیث نعمت. امی گپا را ما و شما در معرفی خود ذکر کردیم. این احسان الله سبحانه و تعالی است. ذهن کسی را الله سبحانه و تعالی خلاص میکنه که الف بارم نخوانده، الف باره یک روزم داد، نه در مسجد رفته نه در مکتب، فرقم نمیتونه که الف کدام است با کدام است. خب الله سبحانه و تعالی ذهنش باز ساخته و یه عقیده را شناخته، قلبش روشن شده، درک کرده که اصل دین کدام است. عالم است، لنگی را سفید بسته کرده، 20 سال تیر کرده درس خواندن، الله ذهنش کور نگاه کرده، تالی را نمیشه خلاص. شکر نعمت الله سبحانه و تعالی را میکنیم، خو عجله نمی کنیم. امیال فعلا در حالت شما قرار داری که امون نسبت هایی که به پیغمبر علیه السلام میشود برای شما میشه. پدرت برات میگه دیوانه شده ای، خدا میکشی، دیوانه شده ای. این دیگه مولا از تو که خیلی زیاد مردم فهمیده است، از تو که خیلی براتون میگه سایکو جدایی آورده این مردم، تفریقه آورده این مردم. امروز میگه پارا ما گفتیم چند نفر انگشت شمار پیدا میشه که این درد در بینشان شریک باشه و زمانی که با هم یک جا میشه یک نماز هم میخونه، شکر الله سبحانه و تعالی را میکشه. پیغمبر علیه السلام برای ما نقشه داد، روزگاری باشه که در بلخیتان تنها شما نباشه، مخلوق الله این عقیده را بپذیره، مخلوق الله از این عقیده دفاع کنه، از این منهج دفاع کنه، نصرت این منهج بکنه و برای شما دعا بکنه که فلانی بچه فلانی را الله اجر بده. این واسطه شد برای رهی بیمه. چرا؟ وقتی که هدف عظیم باشه و این برای خود وقتی طولانی کار داره، ما باید ورخطا نشویم، مایوس نشویم، زود تکده مورال خود از دست ندیم، حوصله خود از دست ندیم. بله، دلسوز باشیم، ترحم سری مردم داشته باشیم. هر کدام شما وقتی که کسی تان میکنی راستتان بگوید، دمو حالتی که بودی آیا خوش داشتی که دمو حالت از این دنیا بروی؟ نعوذ بالله. آیا این خوش داشتی که عقیده تی باشه که بله فلانی پیر صاحب مالک نفع و ضرر است، قیوم زمان است، به می عقیده خوش داری که از دنیا بری؟ خیر، چقدر دلسوز سری امو کسی هستی که فعلا امو عقیده را داره، چقدر دلسوزی سرش داری، چقدر شفقت و ترحم سرش داری. در یک موقع کسی اقارب خود جمع کرده بود، بسیار خیلی مثال ساده را به اقارب خود پیش کرد.
گفت ما و شما چی میشیم؟ کلگی گفت که بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه. گفت بین خود یک رشته داریم، یک رابطه داریم، صحیح است؟ گفت بله. گفت اگر یکی از همین اعضای ما مریض شود در شفاخانه باشه، همگی در پرسانش میریم یا نمیریم؟ کلگی گفت بله. گفت چقدر همکاری میکنی قطعی و مریض؟ اگر خون ضرورت میشه در خون دادن آماده است. اگر پول ضرورت میشه کلتان پول جمع میکنی. برای چی؟ برای ازی که بدن ازی قریبی ما ای خودگی ما چی شوه؟ صحتیاب شوه. گفت وقتی ما غمخوری صحتیابی یک بدن یکی از افراد خود داریم، همگی ما داریم و هر کس تیار آماده است به قربانی دادن، آیا با این ما و شما آماده نیستیم که یکی از همین اقارب خود از آتش جهنم نجات بدیم؟ میدانیم که این آدم شرک کرده است و اگر به این عقیده بره نظر به وعده الله سبحانه و تعالی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که شرک با الله سبحانه و تعالی کرده و توبه نکرده بعد از او توبه نصیبش نشده، جایش کجاست؟ جنت سر از حرام است. گفت چقدر دلسوزی داریم این حالی سر امو فرد. ما باید قدر دلسوزی داشته باشیم از اون مریضی که جسمی مریض است و ما غمخوریش میکنیم و ما تلاش میکنیم که صحتیاب شود، از او کده ما در صدد صحتیابی مریضی روحی از او باید باشیم. کسی که در عقیده مریض است، کسی که در عمل مریض است، عقیده توحید الله نیست، عملش مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بعد در صدد ازی باشیم، شفقت سر ازو داشته باشیم که با کدام سیستم او را قناعت بدیم که مثل تو آره شوه، مثل تو آره شوه. از او خاطر این موضوع از ما تقاضای چی را میکنه؟ بردباری را، ترحم، حوصله مندی را، دلسوزی را و روش و اسلوب نرمه که با کدام سیستم ما سر ازی کار کنم و ای را قناعت بدم که در این حالتش نعوذ بالله از دنیا نروه، بلکه الله توفیق توبه را برش نصیب کرده باشه که از این عمل توبه کرده باشه و عقیدش صحیح شده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نقشه را بر ما داد که ان الاسلام بدأ غریبا، اسلامی نمی قسم ناشنا غریب کسی نصرت و یاریش نمیکنه. از این عقیده چقدر مردم نصرت میکنه. پیشتر بر ما یادآور شد داود صاحب دعوتگر که قبل از این عقیده من می رفتم یک کتاب چاپ میکردم، جناب تجار بندل دلار می پرتاف که چقدر میگیری بگی، اما وقتی کتابی که در مورد تصحیح عقیده یک مسلمان است برش میرم که برزی یک افغانیم برم نمیده. حالی شما میدانید که کدام منهج درست است، کدام عقیده درست است، برای نصرت و یاری باطل چقدر مردم قیام میکنن، پایچه را بر میزنن. اگر توی شروع کنی توی و بگویی که من سازنده میارم 20 دانه بچه کاکا و بچه خاله و بچه عمه اینجا حاضر میشه، یکیش میگه من موتر میارم، دیگهش میگه پیسیش هم میدم، دیگهش میگه تیلش هم میدم، دیگهش میگه جای اینجا من برابر میکنم، کلگی قطع کار است. او هیچ کار برای تو نمیرسه. چرا؟ هر کس هدف خود به نظر گرفته، اختلاط مرد و زن است، سیل و صحبت است، تصویر برداری است، خورد و نوش است، کلگی قطع تو یک جا است. ولی زمانی که تو بگویی که من نمی توی مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم، این دختری خود ما خفتن در خانه بچه به همراه مادرش، ما بیادرش یک مترک میشانیم میبره. چقدر مردم قطعان همکار است. بیادرت میگه من دیگه قطعی توز مرده زنده ندارم، اما میگه خلاص از ما تو خلاص شد. همسایه خو سبا دول در پشت سرت میزنه که برادر کدام گپ بوده، اینطوری شده. دین نمی قسم غریب است. ما در تقریر جمعه گفتیم نمازتان غریب است، در بین نمازها غریب است یا نه؟ ناشنا است یا نه؟
چی براتون میگه؟ وی نماز مسلم نه خود میخوانه، دستاره در اینجا گرفته، دیگه چی میگه؟ اینطوری کده رویسته، این از کجا پیدا کردن؟ و دیگهش میگه اینی قچاک استاد میشه. صحیح کنی؟ غریب است. ما دمی چند وقت پیش امی امنیتی آمد برد ما را. بعد از اینکه خیر طرف خانه می آمدیم، اما مدیر از ما سوال کرد که مولوی محترم شخصیت خودی تا که می بینیم، تقریرهای تا که ما شنیدیم، تو یقینا ما خجالت میکشیم که تو شخصیت اینجا بیاید، ولی عام تصور کلی امنیتی ما امی است در حق تو و مردم مخالفتی تو را میکنن. کدام دشمنی شخصی خود نداری؟ ما گفتم ندارم. دشمنی شخصی خود نداری؟ ما گفتم ندارم. ما برش گفتم که بله دشمن منهج دارم، به خاطر ازی که همه چیزی ما غریب است، ناشناس در پیشی مردم، کلش ناشناس. نماز جمعه ما ناشناس، تراویح ما ناشناس، عیدی ما ناشناس، نماز 5 وقتی ما ناشناس. آلی نماز شام آذان گفته شد و 2 رکعت نفل خواندیم، برید در مساجد 2 رکعت نفل بخوانید، مردم چی میگه براتون؟ اوهو ریش سفید از اونجا میخیزه میگه که 80 سالم شده در این مسجد 20 دانم مولوی از این که در کتا تیر شده، این کار ندیده. این را ما از نو دیدم. پیغمبر علیه السلام ما را پیش خبر داده که کدام منهجی که شما حرکت میکنی غریب میباشه، نصرت کننده عزیز نمیباشه، مردم نمیشناسشه. میگه ما اینی عمرم شده ما این کار ندیده، وگرنه در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه پا موجود نیست؟ هسته، این موجود است. خب به مردم گفته نشده، به مردم واقعا غریب است، ناشناس. آلی کدام نمازی که تو میخوانی، خو تو تراویح را میخوانی 1 سپاره را در 2.5 ساعت و 8 رکعت خواندی، غریب است بدی مردم. و میگه که ما خود تراویح را اینطوری نخوانده بودیم برادر، ما تراویح را میخواندیم امو مولایی که مسابقه بود سبای مقتدیا، یکی از دیگه سوال میکرد که مولایتان در چند دقیقه خواند؟ گفت 15. گفت از نری در 13 دقیقه 2 دقیقه پیش خلاص کرده. مقتدی صدا میکنه که مولا صاحب سبحان ربی العظیم پورا نتونستم، اتحیات خلاص نکردم. گفت بیا در پشتی من، بیا در پشتی من که کجا میرسانشه. پیغمبر علیه السلام بر ما و شما نقشه داد و ما باید این نقشه را تطبیق کنیم. بصیرت بر ما پیداست، حاصل شده که اسلام همین قسم ناشناست، هر حرکت شما غریب است. اینالی ما سر اسلام عمل میکنیم و غریب است. اسلام از ما عمل میخواه. تنها به این گفته نمیتونیم که سلفیستیم، تنها را فلدین اینطور بالا کردیم خلاص سلفی شده. آلی ما در تمام اعمال خود، در سلام خود، در گپ زدن خود، در اخلاق خود، در شیوه رفتار خود، در زندگی سیاسی خود، در زندگی با پدر و مادر خود، در زندگی با برادرای خود، در زندگی با همسایه خود، در زندگی با دکاندار، در زندگی در یک شرکت، ما باید واقعا در راه سلف روان باشیم. پرسان کنیم که سلف اونجا چطور عمل کرده بود. پیغمبر علیه السلام همین درس برای ما میده. وقتی که تو دیگه برات تلفن بالا میکنه، برات میگه الو، و تو برش اول که میزنگ میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غریب است، عجیب است. برای ما یک نفر گفت که مولوی صاحب ما متعلقین تو را فقط در تلفن میشناسم. زمانی که زنگ بزنم که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میفهم که متعلقین شماست. دیگه همه مردم میگه الو. فرق میکنه. خب دست در کجا میده؟ پایچش در کجا هست؟ نماز با کدام طریقه میخوانه؟ چه قسم؟ تویش با کدام سیستم است؟ مردیش با کدام سیستم است؟ لباسش با کدام سیستم است؟ اینجاست که همه چیز غریب است و باید غریب باشه. کل مردم یکسان است، یک قسم حرکت میکنه و تو خلاف حرکت از همون خاطر مورد تاخت و تازم قرار گرفته.
طعن سر تو، لعن سر تو، انتقاد سر تو، اعتراض سر تو. در خودی تو این چیز ندیده، در خودی تو اینی قدر نقطه را ندیده. ورق از دیگه جای چاپ کرده آورده به تو میچسبانه. ورق آورده گفت سیکو شما قبر پیغمبر علیه السلام چی میکردی؟ بیران میکردی. پیغمبر علیه السلام مشترک اعظم گفته. و برادر من خود قیتو زندگی کردم، همسایه توستم. نکاح با فلانی خاری پنجم شما روا میدانی، نکاح با نعوذ بالله لواطت جایز میدانی. خوب ولی من خود قیتو زندگی کردم، همین چیزا رو برای سر من دیده ای؟ لا اقل از من سوال بکو که من همی عقیده و همی تصور و همی اندیشه را دارم یا ندارم. لیکن همی گپا هست، سری تو چسبانده میشه، کس نصرتت نمیکنه. هر کس در مقابل تو استاد است و تو را ملامت قبول دارم، از همون کتاب برش پیش میکنی باز میگنی اینطور نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام همی قسم آغازش در حالت غربت شده بود و سیعود کما بدأ، باز میگرده اسلام در مو حالتی که مثل که اول آغاز شده بود. امروز اسلام امو رقم اول واری است یا نیست؟ امو اول واری است. حرکاتی که تو انجام میدی مستند با دلیل قرآن و حدیث، خب لیکن پیش مردم چیست؟ ناشنا. چی مجده داریم ما و شما، چی افتخاری داریم وقتی که اینطور حالت سر ما میاد و ما در اینطور حالت غربت همین مسائل دین انجام میدیم. کی براتون دعا کرده، کی خوشخبری داده، کی بشارت داده. ما و شما در اصطلاح عامکی خود میگیم سیبنچی خورده، شیرینی خورده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کی برای ما مجده داده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چی مجده برای ما داده؟ فطوبى للغرباء، خوشبختی برای کی است؟ غربا. او کسایی که در بین جامعه غریب است، ریشش میبینی با دیگه فرق داره، کالایش پایچایش میبینی با دیگه فرق داره، سات انداختنش میبینی با دیگه فرق داره، نمازش میبینی با دیگه فرق داره، تویش میبینی با دیگه فرق داره، جنازهش میبینی با دیگه فرق داره، چالان کردن موترش میبینی با دیگه فرق داره، آب خوردنش هم میبینی با دیگه فرق داره، او پرتافتنش میبینی با دیگه فرق داره، دعای بعد از طعامش با دیگه فرق داره. غرباست. به شرطی که ما خود غربا جور کنیم. رسول الله برای ما مژده داده. خوشحالی برای کیست؟ توبا نام یک محل جنت هم است. هر کدامش که باشه افتخار است. الله ما شما را جمله غربا حساب کنه. خب کیست غربا؟ وقتی این بشارت صحابه شنیدن که پیغمبر علیه السلام میگه فطوبى للغرباء، سوال شد قیل من هم یا رسول الله، این غربا کدام مردم است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایت میگه الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا کسانی هستند که وا صالح هستند، کاری درست انجام میده زمانی که مردم فاسد شده. مردم تراویح را تیز تیز میخوانه، آیسته آیسته میخوانه. مردم تراویح را بدعتا دایش کشیده، ای مطابق طریقه پیغمبر میخوانه. نماز مردم بی وقت میخوانه، ای ده وقت میخوانه. ای ده وقت مستحب میخوانه، ای ده اول وقت میخوانه. مردم رکوع قومه و جلسه را مراعات نمیکنه، ای مراعات میکنه. مردم خشوع و خضوع را نمیشناسه، ای خشوع و خضوع را میشناسه. یک کسی آمده بود در مسجد ما، روز جمعه بود، نماز طولانی شد، میمان بود قطعا. پس که بر آمدیم گفت مولی سی مولایتان هر صبح که همی قدر درو درازه شروع میکنه. گفتم چرا؟ گفتی چی قدر درو دراز بود؟ یک صورت مکمل حامیم سجده را خوان، دیگه صورت دیگه را خوان. مولام بود، اتونی که از دوره فارغ بود. ما برش گفتم که مولی سی محترم، تو خود دوره حدیثه کردی، در نماز صبح روز جمعه کدام صورت ها سنت است که خوانده شود؟ گفت وای یام در حدیث آمده؟ ما گفتم باز رفتم در خانه کتاب پایین کردم، یه حدیث خواند. خیر آدمی خوب بود، آدمی نیک بود. گفت مولوی صاحب آلی ما فهمیدم که این حصه است، سهمی است که الله به کسی داده.
ما قضیه شما مقابله نمیتونیم. الله برای شما نوشته کدامی سنت ها را. الله توفیقش داده که شما سرش عمل میکنیم. ما بیچاره یک سنت نه به هزاران سنت از پیش ما باقی مانده. بعد از برش یک کمی تشریح دادم که مولوی محترم وقتی که نماز شما تنها که سلام دور میده، بعد از این دور دادن سلام چقدر مخالفت به سنت پیغمبر علیه السلام میشه نظر به حدیث ها. ما باید بسیار شکری الله سبحانه و تعالی را بکشیم، بسیار شکری الله سبحانه و تعالی را بکشیم. خو لیکن در ضمن ازی بسیار دلسوزم سر همین ملت مظلوم باشیم. همین مردم بیچاره که سالا از این سنت ها آگاهی نداره، خبر نداره، از این فضیلت ها چیستن محروم هستن. ما باید تلاش بکنیم که یاره داخل امی فضایل بسازیم، راودار باشیم که یام از امی فضایل بهره برداری کنه، از امی نعمت ها بهره برداری کنه. این مسئولیت ما و شماست، این وظیفه ما و شماست. خو دعوت دو قسم است. ما دیگه مردم به زبانمون دعوت میدیم. خو یک راه دعوت عملی است. پیغمبر علیه السلام که میگه که الذين يصلحون اذا فسد الناس، غربا کسانی هستند که وا مردم صالح است، یعنی در تطبیق عمل مطابق سنت پیغمبر علیه السلام اول نمره است. با چشم سر مردم مشاهده میکنه، میبینه که مردم ها به یک طرف قرار داره یا به طرف دیگه قرار داره. از ما مطالبه است زمان ما این مجده سر ما تطبیق میشه که ما واقعا در عمل سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کنیم؟ پیاده کنیم. در روایت دیگه پیغمبر اسلامی طور میگه الذين يصلحون ما افسد الناس، غربا کسانی هستند که وا درست میکنه آن چیزی را که مردم فاسد ساخته. از چی چیز؟ من سنتی من بعدی، از سنت ما پس از ما، یعنی پس از دنیا رفتن ما کدام تغییری که در سنت ما آورده یا او را پس درست بسازه. مردم تغییر آورده یا نه آورده؟ صبح بخیر و شام بخیر شده یا نشده؟ سلام از بین رفته، ما تو پس او را زنده میکنیم. مردم گلاس در دستش هست استاده روان است خورده رویسته و تو برش میگی که نه دستی راست بگیره اینجا بیشی آرامی را بخو، بس نفس بخو، ها در اول بسم الله بگو. چیزی را که مردم فاسد ساخته تو پس او را اصلاح میسازی. آلی ما باید تلاش بکنیم که کدام چیز فاسد شده و ما پس او را اصلاح بسازیم. مسواک یک چوب است، در بازار 10 روپیه 20 روپیه خوب قیمتیشه 50 روپیه بیده، 50 روپیه. نمیتونیم که ایره ما در زندگی خود عملی بسازیم. مردم فاسد ساخته شه. رمضان مبارک آمده میایه، پیغمبر صلی الله علیه و معمولش در رمضان مبارک چی بود؟ چی از نگاه تلاوت، چی از نگاه نماز، چی از نگاه صدقه، چی میکرد؟ ما میتونیم که ایره کلش پس زنده بکنیم. مردم فاسد ساخته ما پس زنده بکنیم. تراویح را چی رقم خوانده ما پس زنده بسازیم. همون تراویح که صحابه خوانده بود همون رقم تراویح بخوانیم، همون رقم نماز بخوانیم، همون رقم پس شوی بکنیم، همون رقم تعلق خود با قرآن زیاد بسازیم. امور رقم که پیغمبر علیه السلام در حدیث میگه که به مثل باد روان واره در رمضان مبارک چی میکرد؟ صدقه میکرد. نمیتونیم ما و شما؟ میتونیم. اینمی مجده وقتی برای ماست که ما آن چیزی که از سنت پیغمبر فاسد شده رو پس چی بکنیم؟ زنده بسازیم. و هیچگاه ایره نگویم که برای یک سنتی چی است. یک آدم برات میگه پایچیت بالا باشه، بس خلاص دیگه بالا باشه دیگه. نمیگیم که نه زیاد سنت ها سوال کدامش عمل بکنیم. اینطوری نگو. ایره شکری الله را بکش که الله توفیق داد تا امروز یک سنت عمل کردی، سبا توفیق دیگره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که کوشش میکنه تلاش میکنه الله میگه در راه ما دیگه هم چیسته راهنمایی میکنم او را. دیگه هم الله رحیم ذات است. رحمت الله در زندگی آینده انسان تعلق داره. دیگه هم تو را توفیق میده. یک عمل سنت که تو انجام دادی الله توفیق دیگه شبرت میده، انجام میده. در یک روایت
پیغمبر علیه السلام سوال شد اونجا اینطور میگه قیل من هم الغربا، غربا کی هستند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ناس قلیلون، ناس صالحون، ناس قلیل صالحون، مردم کم ولی نیک، فی ناس سوء کثیر، در مردمی که خیلی زشت هستند زیاد هستند، در بین از او کمک مردم هستند. من یعصیهم اکثر مما یطیعهم، کسایی که نافرمانی از یارم میکنه این خیلی زیاد است از کسی که اطاعتش میکنه. امی تطبیق در کجا میشه؟ امروز ما شما ناس قلیل نیستیم، در کل مزار بسیار کم شمار چند اشخاص است و در بین مردم خیلی زشتی چی که تعالی را قصه میکنیم که امیال هم بگوی قبر موهومی علی رضی الله عنه را حاجت روا و مشکل کشا میدانه. یک دیگر تا شام چقدر مردم اونجا مرتکب اشتراک میشه؟ یک ساعت به چشم سر میبینی که مردم چی عقیده داره. حالی مردمایی که گپ شما را میپذیره زیاد است یعنی که رد میکنه زیاد است، رد میکنه زیاد است. پذیرفتنی خیلی کم مردم هستند که گپ شما را بپذیره. در یک روایت اینطور هم آمده پیغمبر علیه السلام میگه هم النزاع من القبائل، اگرچه شیخ البانی رحمه الله ایره تصحیح نکرده، این مردمایی هستند که کشانده شده از هر قوم و قبیله یکتا است، یکتا. از این خاندان یک بچه پیدا شده، از این خاندان یک بچه پیدا شده. خو یاد بینشان سر یک هدف جمع شده. و کدام هدف است؟ عمل به سنت کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. الحمدلله در هر جای دوستا به می شکل با هم یک جا شده. راستیتان بگوی برادری تنیتان و با برادری که در کلمه و در عقیده و در هدف قطعی تو یک جای است چقدر تفاوت داره؟ بسیار تفاوت داره، شکی در این نیست. کسی که ایمان در قلبش پایین شده، روشنی ایمان در قلبش تابیده و حتما احساس میکنه که کی برای من خیلی نزدیک است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام برای ما و شما دعا کرده، مژده داده. پس ما الحمدلله ما و شما را در غربا حساب بکنه. ولیکن غربا وقتی میشیم که این کارها در زندگی خود ما انجام بدیم، در هر معامله تسلیم دین الله و دنبال طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار انجام داده و در راهی که حرکت کردیم چون هدف بزرگ است. به هر کس میاثر نمیشه. بسیار دوستا بس اوقات یک کمی مایوس میشن، میگه والا خسته شدم. امتیازی تو ده چی است؟ امتیازی ما شما ده چی است؟ امتیازی ما تو خدایی است که مردم تو را بد بگوید، خب لیکن بازم تو کاری خوب کرده رویستی. امتیازی تو ده ای است که در بین امی قدر مخلوق الله تو را انتخاب کرده که دفاع از سنتی کی بکو؟ توفیق عملی سنت رسول الله را الله برات داده در بین امی قدر جوانا و امی قدر مردمای خیلی صاحب مرتبه. پس این امتیاز است که الله برای تو نصیب کرده. یک کسی مرا گفت که مولوی صاحب بس اوقات خسته نمیشی؟ ما گفتم خستگی ما رفع میشه. چرا رفع میشه؟ ما فکر میکنیم که یا الله اینطور کسایی است که در جسم از مکر بسیار قوی هستند، تنومند هستند. خب اینطور کسایی هستند که در سرمایه از ما کده خیلی زیاد دارند. اینطور کسایی هستند که در صورت و در جمال و در نطق و در علم و در بسیار چیزا از ما کده فراتر هستند. لیکن یا الله تو ما را انتخاب کرده برای اینمی موضوع که این سنت پیغمبر تو عملی کو، دیگه همه سختی ها چی میشه؟ سر ما آسان میشه، به خاطری که الله تو را انتخاب کرده. از او خاطر ما باید الحمدلله شکر الله را بکشیم و گوشه از عمر خود اموتور هدر تیر نکنیم. همیشه در گوشه عمر ما دعوت موجود باشه. در بیروزا ما در دستوربندی رفته بودیم در کنر، ما اونجا یک تقریر کردم، گفتم ما ضرورت به دکتری دیندار داریم، انجینری دیندار داریم، دکانداری دیندار داریم، کلینری دیندار داریم، دیقان دیندار داریم، آینگر دیندار داریم، طلا فروش دیندار داریم.
دریوری دیندار داریم، خود را ضمنش گفتم مولای دیندار داریم. کلگی تعجب کرده بود که مولای دیندار. یک نفر بعد از تقریر آمد گفت مولوی صاحب بسیار جالب بود. من گفتم کدام گپ خیلی زیاد جالب بود؟ گفت جالب همین بود که مولا را گفتی که دیندار. مولای دیندار. شما ببینید امروز گپ از کجا خراب شده؟ از دکانداری از مولا. از مولا خراب شده. از مولا خراب شده. مولای دیندار نداریم. امروز مولایی حیثیت کسب گرفته. مثل که یک نجار نجاری میکنه، امرار معاش خود میکنه. مولا صاحب ما چی میکنه؟ مولایی میکنه، امرار معاش میکنه. امامت یک وظیفه نیست که جا به جا در مقامی کی قرار گرفته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت دین بکنه، غم دین قطش باشه، مصلحت دین پیشش معتبر باشه. او کدام مصلحت پیشش معتبر است؟ بگوی که 4 روز اینجا مولاییم از بین نروه. مولوی صاحب پرسان میکنی که چطور است؟ چطور است؟ اینی کار چی نیست؟ والا سنت خواه است، بالکل است. خب ما نمیتونم. خب چرا نمیتونی مولا صاحب؟ والا باز مرا میکشه. خب معلوم شد که پیش تو دین اهمیت نداره، مصلحت دین پیش تو اعتبار نداره، مصلحت زندگی شخصی بگوی اعتبار داره. دیده که آلی ما مولایی ما هم یک کسب شده، نه یک مسئولیت دینی. خب بازم الحمدلله یکی از جمله خوبی هایی که در برادرای عقیدتمند سلفیت هستن اینمی است که هر کدامش دعوتگر است. الحمدلله هر کدامش فکری از زیر داره که من چه قسم فلانی را جور کنم. یعنی شما شکر الله را بکشید. زمانی که بیگاه خواب میکنی و در فکر یک شخصی هستی که همسایه دکانیت است و این تو فکر میکنی که را به کدام سیستم به عقیده حق دعوت بدم، تو خبر داری که همین فکرت چی است؟ امو رقم خو میری، خو همین فکرت چیست؟ عبادت است. در غمی برادر مسلمان تیر کردی، در فکر ساختن کاری برادر مسلمان تیر کردی و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله در کمک بنده خود است تا وقتی که بنده در کمک کی باشه؟ برادر خود باشه که کاری از او درست شوه، او جور شوه. دیگه این گفتاری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر ما در اصلاح مردم باشیم، در صدد اصلاح مردم باشیم، در صدد ازی باشیم که مردم امی عقیده که الله برای من نصیب کرده برای ازم نصیب شود. خوش ندارم که به عقیده غلط نعوذ بالله از دنیا برم، یک برادر مسلمانم به عقیده غلط از دنیا بره. الله ما را چی میکنه؟ نصرت میکنه، کمک میکنه. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این گپ گفته؟ دیگه این کلان افتخار است. الله سبحانه و تعالی ما شما را توفیق نصیب بکنه که زندگی خدا امی قسم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرافت به ما نصیب کرده، امی رقم عزت و شرافت در راه دعوت بر ما نصیب بکنه که ادامه بده و خاتمه ما به می عقیده و بینمی عمل و به می محنت باشه. الله مورد قبول خود قرار بده. الله توفیق نصیب بکنه که سخنای ما و شما دلسوزانه باشه، شفقت آمیز باشه، مخلصانه باشه که سبب هدایت دیگران شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. جزاک الله. Ah